بلخ باستان که به آتن شرق شهرت داشت، یکی از مهمترین مراکز تمدن و فرهنگ در آسیای میانه بود. این شهر شاهد نبردهای تاریخی مهمی مانند جنگ‌های اسکندر مقدونی و درگیری‌های میان سلسله‌های ایرانی و یونانی بود. آثار باستانی آن از جمله معابد، کاخ‌ها و نقوش برجسته شکوه و عظمت دوران خود را به نمایش می‌گذارد. بلخ همچنین مهد دانشمندان و شاعران بزرگی مانند مولانا جلال‌الدین محمد بلخی و دانشمندانی چون ابوعلی سینا بود. این دیار همواره مرکز علم، هنر و مبارزات تاریخی بوده و میراث آن هنوز در دل خاک بلخ زنده است. در اینجا به برخی از مهمترین آثار باستانی بلخ اشاره می شود. قلعه بلخ یا قلعه نوبهار در مرکز بلخ واقع است و به عنوان یکی از مهمترین ساختارهای دفاعی و تاریخی این منطقه شناخته می شود. این قلعه که احتمالاً در دوران ساسانیان ساخته شده است، در دوره‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و ویرانه‌های آن هنوز هم نمایان است. معماری قلعه ساختار دیوارهای بلند و برج‌های آن نشان از استحکام و اهمیت استراتژیک آن دارد. مسجد بلخ که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مساجد افغانستان شناخته می‌شود، در دوران اسلامی ساخته شده است. این مسجد به ویژه در دوران غزنویان و تیموریان اهمیت داشت. ساختمان مسجد هنوز هم از لحاظ معماری اسلامی مورد توجه قرار دارد و آثار باقی مانده از آن به ویژه در زمینه کاشیکاری و تزیینات اسلامی چشمگیر است. آثار باقی مانده از شهر باستانی بلخ در دوران باستان به ویژه در زمانهای پیش از اسلام یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، تجاری و مذهبی بود. ویرانه‌های بسیاری از خانه‌ها، معابد و ساختمان‌های عمومی در مناطق مختلف شهر دیده می‌شود. این آثار شامل خرابه‌هایی از ساختمان‌ها و دیوارهای شهر باستانی بلخ است که باستانشناسان هنوز در حال حفاری و مطالعه آنها هستند. گورستان قدیمی بلخ، گورستان تاریخی بلخ که در اطراف شهر باستانی قرار دارد، محل دفن بسیاری از شخصیت‌های مهم تاریخ این منطقه بوده است. این گورستان شامل آرامگاه‌های قدیمی، سنگ‌های قبر با حکاکی‌های خاص و آثار دفن در آن دوران است. سنگ‌های قبر با کتیبه‌های خط کوفی و هنرهای تزیینی اسلامی در این گورستان یافت شده است. آرامگاه رومی یا آرامگاه اسکندر مقدونی، یکی از آثار مهم تاریخی بلخ، آرامگاه معروف به آرامگاه اسکندر است که به عنوان مقبره اسکندر مقدونی نیز شناخته می شود. برخی منابع تاریخی اشاره دارند که اسکندر پس از مرگ در بلخ دفن شده است. این آرامگاه شامل معماری خاص و تزییناتی است که از دوران النیستیک یا یونانی اثر گرفته است. پالایشگاه‌ها و معابد زرتشتیان. در دوران ساسانیان، بلخ به عنوان یکی از مراکز اصلی زرتشتیان شناخته می‌شد. آثار معابد و پالایشگاه‌های زرتشتی در این منطقه یافت شدند که نشان دهنده اهمیت دینی و فرهنگی بلخ در دوران پیش از اسلام است. معابد و آتشکده‌ها در کنار آثار مربوط به عبادتگاه‌ها و سنگنگاره‌های زرتشتی در مناطق اطراف بلخ کشف شدند. جنگ‌های تاریخی که در بلخ باستان اتفاق افتاده است. 1. نبرد بلخ در زمان اسکندر مقدونی 330 قبل از میلاد. پس از شکست داریوش سوم در نبرد گودمل، اسکندر مقدونی به سمت خاور حرکت کرد. بلخ یکی از شهرهایی بود که در مسیر فتح اسکندر قرار داشت. در این نبرد، بلخ به عنوان یک شهر مقاومت کننده در برابر حملات اسکندر شناخته می‌شد. به گفته منابع تاریخی، مردم بلخ از این شهر دفاع کردند و نبرد شدیدی در این منطقه صورت گرفت که در نهایت اسکندر موفق به تسخیر آن شد. 2. نبردهای سیسیان و اشکانیان قرن اول میلادی. در قرن اول میلادی، بلخ یکی از مناطق مورد مناقشه میان امپراتوری اشکانیان و پادشاهی سیستان بود. اشکانیان که در آن زمان کنترل بخش‌های زیادی از آسیای مرکزی و ایران را در دست داشتند
با سلسله‌های محلی مانند سیستان و سوق درگیر جنگ‌های زیادی بودند. یکی از این جنگ‌ها به طور خاص در بلخ رخ داده که منجر به پیروزی اشکانیان بر سیستانی‌ها شده. سوم، نبرد بلخ در زمان سلطنت تیمور لنگ قرن 14 میلادی. تیمور لنگ یا تیمورشاه در طول فتوحات خود بلخ را به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و استراتژیک در نظر می گرفت. بلخ در اواخر قرن 14 میلادی تحت فشار حملات تیمور قرار گرفت. تیمور پس از تصرف سمرقند و دیگر مناطق اطراف به بلخ حمله کرده و این شهر را نیز تسخیر کرد. با اینکه بلخ در این زمان شکوه گذشته خود را از دست داد، تیمور آن را بازسازی کرده و به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و تجاری تحت سلطه خود قرار داد. چهارم، نبردهای میان سامانیان و غزنویان قرن 10 میلادی. بلخ در دوران حکومت سامانیان در قرن 10 میلادی یکی از مراکز مهم فرهنگی و علمی بود. با این حال در این دوران غزنویان به رهبری محمود غزنوی برای تصرف مناطق شمالی ایران و افغانستان از جمله بلخ به جنگ با سامانیان پرداختند. این نبردها با شکست سامانیان و تسلط غزنویان بر بلخ به پایان رسید. پنجم، نبردهای در زمان صفاریان و سامانیان قرن 9 میلادی. در قرن 9 میلادی بلخ شاهد نبردهایی میان سلسله صفاریان و سامانیان بود. صفاریان به رهبری یعقوب لیث صفاری تلاش کردند تا منطقه بلخ و دیگر مناطق شمال ایران را از سامانیان بگیرند. این نبردها سرانجام به شکست صفاریان و تثبیت قدرت سامانیان در این منطقه انجامید. ششم، نبرد بلخ در دوران مغول‌ها قرن 13 میلادی. در اواسط قرن 13 میلادی در دوران سلطنت چنگیزخان بلخ یکی از مناطقی بود که تحت حملات مغول‌ها قرار گرفت. مغول‌ها پس از نابودی شهرهای مختلف در مسیر خود به بلخ حمله کرده و این شهر را تخریب کردند. مقاومت‌های مردمی در برابر مغول‌ها در این نبردها بسیار زیاد بود، اما در نهایت مغول‌ها توانستند بلخ را تسخیر کنند. این نبردها تنها برخی از مهمترین رویدادهای نظامی هستند که در تاریخ بلخ باستان اتفاق افتادند. بلخ به عنوان یک مرکز فرهنگی و استراتژیک در طول تاریخ همواره شاهد نبردهای بزرگ و پیوسته‌ای بوده است که تأثیرات زیادی بر روند تاریخ منطقه گذاشتند. بلخ زادگاه بسیاری از بزرگترین شاعران و دانشمندان جهان اسلام است. جلال الدین محمد بلخی که به مولانا شهرت دارد، بزرگترین شاعر و عارف در این شهر متولد شد و آثارش تأثیرات عمیق بر ادب فارسی و عرفان اسلامی گذاشت. فارابی، فیلسوف و دانشمند برجسته اسلامی که در زمینه‌های فلسفه، منطق و موسیقی آثار فراوانی دارد، نیز از بلخ برخاست. همچنین رودکی، شاعر معروف که به عنوان پدر شعر فارسی شناخته می شود، در این دیار به دنیا آمد. ابن سینا، حکیم و پزشک مشهور، برخی منابع به بلخ به عنوان محل تولد او اشاره دارند. علاوه بر اینها، علی مسعودی، مورخ و جغرافیدان برجسته که آثار مهمی در تاریخ و جغرافیا دارد، از دیگر چهره‌های تاثیرگذار بلخ است. بلخ با این بزرگان همواره به عنوان مهد علم و ادب در تاریخ شناخته می شود. برای ویدیوهای بیشتر کانال سایبرنما را دنبال کنید و با لایکتان از ما حمایت نمایید.